در سال قبل یک محتوایی رو تهیه کردم در مورد هارمونی پراتیک و قول دادم که این کار رو ادامه بدم، ولی به دلیل اینکه در سال قبل شروع کردم به تهیه محتواهای آموزشی ویدئویی که محتوا رو تهیه کردم. محتوا برای شنکر، آنالیز مفاهیم شنکر، محتوا برای کتاب فورم و همینطور محتوا برای رساله کنتوان کروبینی که در صفحه اینستای من این محتواها معرفی شدن و میتونید برای آشنایی با اینا به صفحه اینستای من مراجعه کنید. مجددا این فرصتی پیدا شده تا من درس‌هایی از کتاب هارمونی پراتیک رو برای شما بزنم و اینها رو از نظر طراحی‌های الگوهای ریتمیک و همینطور طراحی‌های هارمونیک برای شما آنالیز بکنم تا متوجه بشید که نوشتن یک موسیقی به چه شکلی بایستی انجام بشه. طوری نیستش که ما بیایم یک ملودی حالا هر چندی بنویسیم و بعد بیایم اون رو بگیم که آهنگسازی کردیم. این آهنگسازی نیستش. آهنگسازی بایستی بر اساس طرح‌های اولیه، چه از نظر الگوهای ریتمیک و چه از نظر الگوهای هارمونیک بایستی از ابتدا در نظر گرفته بشه و بر اساس اصولی که آنچه که از مفاهیم شنکر یاد میگیریم، آنچه که از رساله کنتوان در مورد نوشتن کنتوان برای آنچه کاری که میخوایم عرضه بکنیم، این به این شکل جلو میاد مبانی فرم که ما در قالب فرم این کار خودمون رو چطور جلو ببریم. در هر حال من درس 91 کتاب هارمونی پراتیک از آدولف ساموئل رو که بعدا یه توضیح هم در مورد این آقای آدولف ساموئل میدم میزنم و بعد اون رو آنالیز میکنم.
خب میبخشید در اجرای این قطعه یه چند جا از ریتم افتاد، یک آکورد هم اشتباه زده شد. اینا همش دلیل بر این هستش که زدن این درس ها کار ساده ای نیستش. در آن واحد شما میبایستی که چند تا شیفره رو با همدیگه توی ذهن بیارید و پوزیسیون اون جایی که این آکورد قراره بخوره تعیین بشه. اینا باید در لحظه انجام بشه و بعد هم که دست چپ حرکت خودش رو داشته باشه. پس میبینید کار ساده ای نیستش. اتفاقا خوبه که این اشتباه ها بوده و من هم عوض نکردم تا بدانید که این کار ساده ای نیستش و کار ارزشمندی هستش. خب در هر حال گفتم که در مورد آقای آدولف ساموئل یک اطلاعاتی به شما بدم. در اینجا آقای آدولف ساموئل این عکسش هستش که ایشون در اونطور که ویکی‌پدیا می نویسه در 1811 ژوئیه 1824 در یک خانواده هنرمند متولد شده که اصلیت یهودی داشتن. در هر حال این از ابتدای جوانی که میگه از ابتدای جوانی به دلیل که خانوادهش اهل هنر بودن این رو با هنر آشنا میکنن. ابتدا به نقاشی در سن 7 سالگی میپردازه و بعد وقتی که بزرگتر میشه این رو برای موسیقی میذارن و سولفژ و پیانو و این چیزا اینطور که نوشته یاد میگیره. خانوادهش به بروکسل نقل مکان میکنن و در اونجا وارد کنسرواتوار بروکسل میشه اونطور که اینجا نوشته و درس هارمونی رو با شارل بوسله، کنترپان رو با فرانسوا ژوزف فتیس، این آدمی هستش که حالا شناخته شده هستش. اگر خاطرات هکتور بردیوز رو بخونید با این شخص برخورد داشته و حالا هم خوبی گفته هم بدی گفته از این فتی، موسیو فتی. و پیانو رو با ژان باپتیست میشلو و ارگ رو با کریستیان گریشنر خونده. در هر حال این حالا دوره زندگیش رو می نویسه. در کنسرواتوار بروکسل جایزه اول رو میبره، جایزه روم رو میبره که در آلمان، ایتالیا و یک کشور دیگری رو هم نوشته بود که اینها اتریش. وقتی که میره در آلمان در لایپزیگ با فیلیکس مندلسون بارتولدی و در برلین با میبیر و در درسته با فردیناند هیلر بذار آشنا میشه و از اینها درس میگیره. و حالا آخر سرم که هم رهبر ارکستر بوده، آهنگساز بوده، اینطوری که در این عکسش این انتها نوشته این سمفونی هفتمش رو اجرا کرده. در این سنی که بوده سمفونی هفتمش رو اجرا کرد. پس حالا حداقلش این هستش که این تا اینجا 7 سمفونی ازش نوشته شده. برای نوشتن این کتاب هارمونی پراتیک واقعا نشان دهنده توانمندی این شخص در هارمونی و در موسیقی هستش. حالا ببینید که این با این توانمندی با این کارهایی کرده اصلا اسمی ازش نیستش و ما اینجا متاسفانه حالا مثلا اگر 2 سالی موسیقی بخوانیم دیگه خدا رو بنده نیستیم و فکر میکنیم که دیگه بتهوون هم گذروندیم. کتاب هارمونی پراتیک از نظر اینکه چیدمان الگوهای ریتمیک و هارمونیک رو به ما یاد بده یک درس بسیار اساسی است. همونطور که می‌بینید در درس 91 به معرفی آکوردهای نهم دومینانت میپردازه و اینها رو در یک سری سکانس ها جای داده. از نظر الگوی ریتمیک خب 4/4 هستش، 4 تا سیاه میبینید که میتوانه در این میزان باشه
بعد با این 4 تا سیاه بازی میکنه، 2 تا سیاه اول و 4 تا چنگ میکنه و 2 تا سیاه میمانه، یا اینجا میادش تنها 1 سیاه رو نگه میداره، با 3 تا سیاه دیگر رو 6 تا چنگ میکنه، همه میزان رو چنگ میکنه. پس میبینید میزان 1 و 2 1 ریتم رو دارم، در میزان 3 1 ریتم و میزان 4 1 ریتم دیگه، 5 حالا باز ریتم دیگر، ولی خب این ریتم ها داره باز مجددا تکرار میشه. از نظر الگوی ریتمیک شاید خیلی درس جالبی نباشه. در اون درسی که من در قبل از این هارمونی پراتیک گفتم، اون الگوی ریتمیک خیلی جالب چیدمان شده بود و توصیه میکنم که یک مرتبه این درس رو در صفحه من هست ببینید و با چیدمانی که اونجا بوده بهتر آشنا بشید. در هر حال این آکوردهای نهم دومینانت رو میخواد نشان بده. شما برای رسیدن به آکورد دومینانت 1 4 و 6 کادانسی به البته اینجا حالا فعلا که کادانس نیستش، یه 4 و 6 هستش که در واقع آکورد دومینانتی هستش که بعضی نوتاش با تأخیر میاد و آکورد نهم دومینانت یا به این شکل از طریق 1 4 و 6 کادانسی یاد بگیم که یعنی روی دومینانت آکورد تونیک قرار بگیره، و یا از طریق درجه دوم گام به روی آکورد نه دومینانت میادش. آکورد نه دومینانت میتوانه قبل از اینکه به روی تونیک بره نهمش حل بشه، اینجا حل نشده، نهم باقی مانده. موقعی که روی آکورد تونیک میره این نهم و هفتم و سانسیبل حل میشن. به اضافه در مکتب فرانسه نشان دهنده نوت سانسیبل 7.7 اینم که فاصله نهم هست. روی آکورد نهم دومینانت فاصله نهم میتوانه قبل از اینکه آکورد دومینانت روی تونیک حل بشه این حل شده باشه. خب یکی دیگر از این خصوصیاتی که میشه در این کار دید این هستش که از فرودش از نوت تونیک به طرف دومینانت هست. این فیگور یا این سکانس در دوره باروک خیلی استفاده می شده. خب میبینید که در ابتدا این از تونیک که شروع میشه، اینجا این تونیک امتداد داره و بعد یک پاساژی به طرف پایین، آکوردهایی که شامل درجه آکورد ششم، آکورد چهارم، آکورد درجه دوم و بعد از طریق درجه دوم به دومینانت میادش. این عبارت در دوره باروک خیلی مورد استفاده بودش. این فیگوری که اینجا هست، اگر من این فیگور رو برای شما بزنم، این حل نهم به پایین، خب میبینید که این عبارت خیلی به گوش آشنا هستش. البته اینجا وقتی که داره پایین میاد دو رو به کار میکنه یا این دو به کار میشه و این نشان دهنده همون فرود از ر به طرف دومینانت هستش. جمله اول آنچه که عبارت داده میشه اینجا میادش و تغییری حاصل میشه، سل رو دیز میکنه و به تون دومینانت ر یعنی لا وارد خواهد شد. وقتی که ما بخواهیم در یک مد مینور آکورد دومینانت رو استفاده کنیم، از آکورد ماژور استفاده میکنیم، مثل همینجا که آکورد لا
دو دیز می سول سی، اینجا یا دو دی لا دو دیز می. و اگر بخوایم به دومینانت مدولاسیون بکنیم به دومینانت مینور مدولاسیون میکنیم. همونطور که اینجا این سول دیز دومینانت رو نشان داده، دوب دومینانت، و به تون لا آمده که دو به کار هستش و اینجا این داره در لا مینور همین عبارتی رو که اینجا داشت حالا از یک فاصله پنجم پایینتر داره تکرار میکنه. باز میبینید که همین مطلبی که اینجا بود اینجا در لا مینور داره تکرار میشه و این همینطور این نوع دومینانت لا مینور هستش. همینطور اینجا باز به همین شکل لا مینور ادامه داره تا فا دیز بشه و فا دیز یعنی تونیکی که اینجا ر مینور بود حالا ر ماژور قاعدتا دومینانت برای درجه چهارم سول خواهد. خب این اگر باز من اینجا از اینجا بزنم و بعد اینجا رو اینا رو دیگه نمیزنم، از اینجا بزنم این مطلب که در یک فاصله پنجم پایینتر تکرار میشه رو اینو بزنم و بعد این رو به دنبالش بزنم. و حالا از لا و نوع دومینانت که به روی 8 حل میشه الاخر و اینجا با این فا دیز این به تون سول مینور درجه چهارم گفتیم وارد میشه. باز اگر از اینجا من این درس رو بزنم اینطور هستش. سول دومینانت برای فا دو رو به کار میکنه، دو می سول سی، دومینانت برای فا که درجه سوم تون ر هستش و این در تون فا وارد میشه. ما اینجا این تون فا رو نشان میده، نوع دومینانت برای تون فا و اینجا این با این آکورد ر فا دیز لا دو می تون فا که قرار داشت به تون سول میادش و اینجا روی تون سول قرار میگیره. حالا روی این آکورد سی که به صورت بمول 6 یعنی آکورد سول سی بمول ر بمول میکنه، یک آکورد کاسته. میدانیم که آکورد کاسته میتوانه درجه دوی یک مود مینور باشه، یک تون مینور باشه و این قاعدتا وقتی سول سی بمول سول درجه دوم برای تون فا خواهد بود که اینجا میبینید دومینانت تون فا رو نشان میده با نهم بمول یعنی ر بمول که به تون فا میادش و بعد در تون فا هست. حالا این مطلب داره سکانس میکنه و یک حرف پایین تر تکرار میشه. باز اینجا یک آکورد کاسته میسازه، آکورد فا لا بمول دو بمول میگه سوم بمول هستش. باز فا میتوانه درجه دوم برای می بمول باشه که اینجا دومینانت می بمول رو نشان میده و حالا وقتی که این میخواد روی می بمول فرود بیاد به جای می بمول آنارمونیک اون ر دیز رو مینویسه. این طراحی رو از قبل کرده. حالا وقتی که جلو بریم متوجه میشید که این چرا اینجا ر دیز نوشته
بنا به طراحی که از قبل این رو انجام داده این رو ره دیز نوشته. حالا من اینو اگر از اینجایی که این فا ماژور هستش بزنم تا به اینجا که ببینید این وقتی که میادش چطور روی می بمول مینور یا ره دیز مینور قرار میگیره. از این فا اگر زده بشه 7 دومینانت و بعد 9 دومینانت، چالشش کادانسی، 9 دومینانت و اینجا آکورد رو کاسته میکنه. 9 دومینانت برای فا نهم قبل از که به روی تونیک بره حل میشه. فا لا دو، آکورد فا لا بمول دو بمول برای فا درجه دوم برای می بمول. اینجا این دومینانت 9 دومینانت می بمول رو نشان میده و روی ره دیز فرود میاده و اینجا باز هم این ره دیز فا لا که باز آکورد کاسته است، ره دیز درجه دوم دو دیز مینور هستش. اینجا این 9 دومینانت، اینجا 9 دومینانت برای دو دیز مینور و بعد اینجا دو دیز مینور. باز 9 دومینانت، 9 دومینانت، آکورد درجه چهارم برای دو دیز فا دیز، 9 دومینانت. باز همون اون حرکت دوره باروک، دومینانت برای دو دیز، دو دیز، آکورد اینجا ره دیز، اینجا ره دیز فا لا، یک آکورد کاسته درجه دوم برای دو دیز و حالا اینجا این 9 دومینانت برای دو دیز روی آکورد 4 و 6. الان این اینطور لا سول فا می رو روی این آکوردها در صدای سوپرانو نشان میده. لا، این سول دیز در سوپرانو، سول سی ره فا و بعد لا دو می و حالا یک اینجا این لا دو دیز می به صورت آکورد معکوس سوم برای ره مینور دو دیز برای ره مینور هست دیگه. بله که حالا برمیگرده به تون ره. ببینید اینجا این قبلا به این شکل میگه ما وقتی که میخواهیم به آکورد دومینانت تون وارد بشیم که بازگشت انجام بشه، خب این وارد شدن به تون آکورد دومینانت میتوانه از طریق دومینانت لا یعنی می سول دیز سی ره انجام بشه یا اینطوری که اینجا البته شکل ها بسیار متفاوته. حالا در این مورد باید تخته باشه که من بنویسم چون نیست همینجا اینطوری بگم بهتون، یا اینکه از طریق یک کادانس فریبنده این با حرکت نیم پرده‌ای یک کادانس فریبنده انجام بشه و این بیادش روی لا قرار بگیره. پس این چرا اینجا اینو ره دیز کرد؟ به دلیل این ره دیز میتواند درجه دوم برای دو دیز مینور باشه. پس گرفته درجه دوم آمده به سول دیز یعنی آکورد دومینانت برای دو دیز و دو دیز رو داره حالا باش کار میکنه تا اینکه بیاد اینجا دومینانت دو دیز
و حالا با یک کادانس فریبنده روی لا قرار بگیره که لا دومینانت تون ما هست. حالا اون حرکتی که گفتیم در باروک مرسوم بود رو انجام بده و بعد بیادش به روی ر تونیکش و از اینجا اگر ملاحظه کنید این حرکت ر می فا سول لایی که در ابتدا بود هنوز این رو ارائه نکرده و میادش از اینجا این رو ارائه میکنه. البته این حرکت ر دو سی لا سول میبینید که قسمت دوم این جمله ر دو سی لا سول اینجا هستش. اول به این وارد شده و دوم رفته روی این و به این ترتیب این کار رو به انجام رساند آمده و کادانس کامل کرده. من منظورم این طراحی هستش که این اینجا فکر میکنه من به ردیز مینور بیام که ردیز درجه دوم دو دیز هست، این دومینانت دو دیز. بعد این دومینانت دو دیز میتوانه از طریق یک کادانس فریبنده بیادش روی دومینانت تون اصلی من قرار بگیره. اینها هستش که کار رو زیبا میکنه و الا نوشتن یه خط ملودی حالا هرچی این کار آهنگسازی نیستش. متاسفانه در کشور ما فرهنگ موسیقی بسیار پایین هستش. درک مردم از موسیقی بسیار پایین هست با وجود اینکه ما در زمینه‌های دیگر هنری مثل تئاتر، مثل فیلم، مثل نقاشی، ادبیات، شعر ما مدرن، شعری که کلاسیک بوده مدرن شد، ولی متاسفانه موسیقی ما همچنان موسیقی 2000 سال پیش یک موسیقی تک صدایی باقی مانده و نمیدونیم باهاش چه کار بکنیم. در هر حال من این آموزش ها رو برای این میدم که این جوان ها علاقه‌مند بشن به این نوع موسیقی و بیان یاد بگیرن. به هر حال الان تمام دنیا، حالا به جز این کشورهایی که مثل ما توی ردیف نمیدونم 160 به اون طرف در فهرست کشورهای پیشرفته، حالا به طرف پایین که میشه پس رفته، ما از نظر حالا فرهنگی هم شما در نظر بگیرید حداقل موسیقی رو بگید در اون رده‌های بسیار پایین هستیم. من انتظارم از جوان‌ها این هستش که واقعا توی خاکی نزنن، نمیدونم دنبال موسیقی مدرن، حالا نمیگم موسیقی مدرن کار نکنن، ولی لازمش این هستش که اینها رو بلد باشن. آیا این اساتیدی که توی دانشگاه دارن درس کلاس آهنگسازی بچه‌ها رو تشویق میکنن که موسیقی مدرن بنویسن، اینها رو بلد هستن؟ آیا میتوانن اینها رو به بچه‌ها درس بدن؟ اگر میتوانن اینها رو درس بدن، اگر نمیتوانن جاشون رو به کسی بدن که بتونه اینها رو به جوانهای ما درس بده. به هر حال من ممنونم از شما که به این مطلب توجه کردید.